همین تخت جمشیدی که از شروع پادشاهی داریوش تا زمانی که جانشین براش انتخاب کردن طول کشیده تا تخت جمشید رو بسازن. میدونستید اولین بازی هم که تو جهان ساخته شده و اختراع شده توسط هخامنشیان بوده که اسمش هم تخت نرد است که بیشترتون معمولا بازی کردیم. و یه چیز حیرت انگیز دیگه، اولین عطر رو هخامنشیان تونستن بسازن که الان همه کره زمین ازش استفاده میکنن. یعنی ما چی داشتیم تو تاریخ ایران؟ حتی در اون زمان هخامنشیان فهمیدن که مالیات چیه و از مردم مالیات میگرفتن. ایرانیان روش درست کشاورزی رو به کل